سرک خو 2560 متره اوږدوالی لري چې د کوتل نه شیرو دی تر سرک بوستان د 2 اینډ پوینټ دی او عرض 80 متره دی. 20 میاشتې کاري وخت لري. انشاءالله د تعیین شوي وخت نه به په مخ کې خلاص شي. په مجموع کې په دو پروژه کې تقریبا 214 نفر کارگر کار کوي، سیمتوان، قالبکاران، کانکریټ ویختواله، مختلف ټیمونه دي، اپریټران او دا ټول موجود. دا سرک تاسو ته معلومه چې 4 لاینه و. په مجموع کې یو لاین 6 متره و فرعي، اصلي لاین چې و 14 متره و، یعنی 14 متره یو اصلي سرک وی خواته، 14 متره بل خواته، 6 متره فرعي سرک وی خواته، 6 متره بل خواته. دا په مجموع کې سره یو ځای شول. د ګلدان سرای چې 1 متر په دول منځ کې ګلدان و 20 متره و سرک وی خواته جوړیږي، 20 متره بل خواته، یعنی 4 لاینه په 2 لاینو باندې تعویض شول. الحمدلله شکر از امارت اسلامی از این بازسازی و از این سرک سازی ما بسیار خرسند هستیم. قبلا مشکلات بسیار زیاد بود، خصوصا روزهای جمعه اینقدر ازدحام زیاد بود که بسیار حتی شفاخانه ها، موترهای امبولانس های ولسوالی های مربوط پروان، ولایت پنجشیر، کاپیسا بسیار که می آمدن دچار مشکلات گرفتار بودن. لله الحمد اینم یک سرک جور شده، مردم ما بسیار از مشکلات های بسیار زیاد دیگه انشاءالله میبراین. بسیار فعلا نام خدا دیگه بسیار کمی از اون سرک رو برون میکنیم. بسیار هم تو خوشاهند کاش که تو رئیس آلنگ هم بخیر انتظار است. از امارت اسلامی ما توقع داریم که سرک های ما مانند همون سرک ها کل ولایت های ما خصوصا پایتخت بسیار خوب سرک ساختن، بسیار از حد گذشته، توصیفش بسیار بالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. نام عبدالرحیم است، باشنده کوتل خیرخانه. ما والا خرسند هستیم از اینکه همچه پروژه های در کشور ما بهبود پیدا کنه، جور شوه. بساط های ما انتظار میکشیدیم تا که تا سرای شمالی میرسیدیم. خوشبختانه که این سرک ما جور میشه بخیر دیگه. گپ خوب از گپ نیک است که کاش در تمام کشور ما همچو برنامه راه اندازی شوه بخیر که تا ما بتانیم به سهولیت زندگی خود پیش ببریم. سرک دیگه شاید از ماه عمل شروع شده، سرکای ما کاروبار دیگه در جریان است. سرکا مردم ما کل ما خوش هستیم، خوشوقت هستیم که هرچند زودتر شوه بهتر شوه. بسیار خوش هستیم از سرک سازی و چیزای دولت ما، بسیار خوش هستیم از کاروبارش. خواهش میکنیم که این کاروبار ما رو یک ذره زودتر انجام بده، سرکای ما جور شوه، کاروبار به مردم ما ببره، تا کار ساختمانی رو اعلا کنه که ساختمان سازی اعلا شوه، کاروبار در جریان شوه، مردم زیر کار شوه. بازم دیگه تشکری میکنیم از دولت ما که همه افتخار است که این سرکای ما رو جور میکنه. این دست خدا سر مردم میگیره. سرک پایین بسیار محکم آمده، از نتیجه سابق کده بسیار نتیجهش خوبش است. سرک پخته است، محکم است. دیگه او سرک سابق که بود هر طرف که موتر میرفت او تیر میشد، کف میشد وقت که جور میشد. حالی سرکای ما بسیار خوبش است، بسیار کیفیت دار سرک است دیگه. بازم توکل به خدا دیگه، ببینیم که چی میشه دیگه. خواهش ما همیست که همین سرکای ما جور شوه، کوچه های ما جور شوه، کاروبار مردم جور شوه، دیگه مشکل نداریم. حتی حالا مردم های ما از بیکاری خارج میره، بیچاره و مسکین هستند، در خارج هم که میرن اونجا
کسی شهید میشه، کسیش که مهاجر میشه حتی نان خود نمیافه که بخوره، پس کران نمیافه بره. اگر سرکای ما جور باشه، کاروبار ما جور باشه، این ضروریت نیست به کشور خارج که ما خارج بریم اوجا بریم رنگ زرد پیش مردم. اینجا که باشیم کشور ما جور باشه، سرخروی سربلند می باشیم، از دولت خود افتخار میکنیم که این سرکای ما جور باشه، هرچی که زودتر جور کنن از پیششون تشکری میکنیم. خواستم اینمی است که بیادر اینمی کارگرای سرک بسیار سست کار میکنن. خاک از بس از مردم اینجا جای بود نبود یک نمیشد دیگه. اینمی را هرچی عاجل که بخیر رضای خدا باشه جور کنن، اینمی جا جور شد که بعد از اون رضای خدا باشه یک کار بارمون نورق بگیرم. حالا خب هیچ چیز دیگه هم نیست، قرانچه سیستم بیغم پاکیزه. ما عمل تا ولی 6 ماه شده 7 ماه شده که اینمی تو دم خاک لوتیده رئیس باز خلاص